دو صدا گرفتن ویدیوها. اول از همه چی هست؟ شما به این ویدیو دقت کنید. او چه زری میزنه این اینجا ناموسم متوجه. دوست من داره داخل دیسکورد صحبت میکنه. اگر یه دونه آلتوی بزنم صداش قطع میشه، صدای دیسکورد نمیاد. اگر آهنگی دارم گوش میدم نمیاد و تنها اون صدای مال گیممه. اگر هم دقت کنید مثل یک فیلم دو زبانه این ویدیو الان دو تا صدا داره. چجوری این کار رو انجام میدیم؟ شما وارد OBS تون میشید. اینو من ببندم. شما در حالت عادی اینجا یه همچین صحنه‌ای دارید. یه دونه دیسپلی کپچر دارید، یه دونه دیسپلی کپچر دارین، یه دونه آدیو اینپوت دارین، یه دونه آدیو اوتپوت دارین. خب شما کاری که میخواید انجام بدین اینه که اول از همه چی یه دونه اپلیکیشن آدیو کپچر اینجا بتا هست اضافه کنید. اگر نداریدش OBS تون رو باید آپدیت کنید. این رو اضافه میکنید و از این سر برنامه مورد نظرتون رو انتخاب میکنید. مثلا من اینجا اسپاتیفای انتخاب میکنم چون بازی برنامه خاصی باز نداره. اسپاتیفای که انتخاب کردید میتونید اسمش رو هم حالا عوض کنید، بذارید اسپاتیفای آدیو. خیلی از اینجا رینیم مهم نیست. خب بعدش از اینجا وارد ادوانس آدیو پراپرتیز میشید. میبینید که همه 6 تا ترک اینجا تیکش خورده. شما این کار رو نباید انجام بدید. شما ویدیوتون باید 2 تا ترک اصلی داشته باشه. یه ترک کل سیستمتون که اصل کاریه و ترک دوم فقط گیمتون و مایک گیمتون. بنابراین ما این 2 تای اولی که مال کل سیستمن فقط ترک یکش رو واسهشون میذاریم و تیک بقیه رو برمیداریم و واسه اسپاتیفای آدیو فقط ترک 2 رو میذاریم. خب حالا یک سال پیش میاد، ما داخل گیممون مایک میگیریم، بیسی میگیریم. صدای اونا چی؟ واسه صدای اونا یک دونه مایک جدید باید درست کنیم، آدیو اینپوت کپچر، و برای مثال اسمش رو بگیم گیم پوش تو تاک PTT در حقیقت. خب اینو که ما اد کردیم، دیوایسش هم که همون دیفالتی، حالا هر میکروفونی که دارید خیلی اهمیتی نداره. میاد وارد دوباره ادوانس میشید و گیم PTT دوباره ترک 2 رو واسش میذارید. خب ما تا اینجای کار 2 تا ترک متفاوت داریم. واسه پوش تو تارکش وارد سیتینگ میشید، وارد آدیو میشید، میرید پایین تا برسید به گیم پوش تو تارک. تیک اینیبرش رو میزنید، بعد وارد هاتکی میشید، میرید پایین تا دوباره برسید به گیم پوش تو تارک. از اینجا یه دونه دکمه N بهش اضافه میکنید و یک دونه دکمه M بهش اضافه میکنید. اپلای رو میزنید. واسه اینکه این تنظیمات کار کنن در نهایت شما لازمه که وارد سرور اوتپوت بشین و اوتپوت مود رو از روی سیمپل بذارید روی ادوانس. از این قسمت شما ویدیو اینکودری که در حالت عادی دارید استفاده میکنید میتونید سیمپل پیدا کنید. برای مثال اینجا هاردور NVENC HD264 واسه من. برمیگردم سرورگی ریکوردینگ، حتما این رو اینجا وارد میکنم. آدیو اینکودر تفاوتی نداره، میتونید FM MPEG AAC استفاده کنید و حتما آدیو ترکتون رو 1 و 2 رو فعال کنید. بعدش از پایین میتونید بیت ریتی که میخواد ریکورد کنید رو در حقیقت تعیین کنید. من اینجا دارم ظاهرا 2500 ریکورد میکنم. اینجا هم 2500. و امتحان میتونید بکنید. حالا اگر کیفیتش کم بود میتونید ببرید بالا، اگر حجمش زیاد بود میتونید این 2500 رو کم و زیاد کنید. و بعد از این کار اپلای که بزنید اوکی. ریپلی بافر رو هم میتونید از این قسمت بیاین و فعال کنید، حالا حجمی که هر ثانیه‌ای که میخواید بهش بدین و بازم اپلای بزنید. الان من دارم صحبت میکنم، اگر این رو بگیرم دوباره باز میشه، اگر این رو بگیرم دوباره باز میشه و در غیر این صورت هیچ صدایی ازش در نمیاد. حالا چجوری باید این رو پخشش کنیم؟ پخش کردنش من به شخص از برنامه به اسم پات پلیر استفاده میکنم. برنامه خوبیه، رایگان، سبکه و من قبولش دارم. میتونید شما استفاده. چجوری موقعی که میخوایم از هند بریک یا برنامه دیگه استفاده کنیم این صدا رو جدا کنیم؟ من الان اگر هند بریکم باز کنم و
شما وارد هندبریک میشید، ویدیوتون رو که انتخاب میکنید، وارد سرورگ آدیو میشین و از اینجا اون وایسی که میخواید و اون صدایی که میخواید روی ویدیوتون باشه انتخاب میکنید. دو تا وایس هست، یک دو، یکش الان برای من مورد سیستممه، دوش مال گیممه. اگر شما با من تا اینجا بوده باشید برای شما هم قاعدتا همینطور باید باشه و بله همین دیگه. موفق باشید. اضافه کنم که توی آدوبه پریمیر هم حتی و کلا داخل هر برنامه‌ای که شما با این ویدیو سر و کار داشته باشید، اگر ذره‌ای اون برنامه قدرتی داشته باشه قاعدتا باید بتونه دوتا صدا رو از هم دیگه تشخیص بده. و یه برنامه دیگه هم اگر بخوام معرفی کنم، برنامه واندرش یونی کانورتر هست که این هم باور دارم که این ویدیو اگر دو صدایی باشه که نیست ظاهرا، یا ویدیو دو صدایی میخوایم، این هم میتونه حتی دو تا صداش رو از هم دیگه جدا کنه و خب اینم یه برنامه دیگه است.